همه بیشورها یک قسم نیستند، بعضی ها خطرناکند. ماما این بیشورها چند نوع هستند؟ 3 نوع هستند: لافزن، زورمند، مظلوم نما. کدامشان بدتره؟ آنهایی که قدرت دارد وجدان ندارد. با او چی کنم؟ حد بکش، سند نگهدار و احساساتی نشو. ماما آیا جامعه هم بیشعور شده میتونه؟ بله، وقتی بدی عادت شود. نشانه هایش چیست؟ وقتی که حقخوری هنر شود، آدمی خوب سادلو نام بگیرد. فاجعه آن روز است که بیشورها یا بیشوری عادی شود. دوستان رسیدیم در آخر برنامه. برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کرده و دکمه لایک هم بزنید که ما انرژی بگیریم تا ویدیوی بعد. خداحافظ.